سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. کتابی که میخوام امروز معرفی کنم سفر پاندای بزرگ و اژدهای کوچکه. این داستانی امیدبخش، توسعه فردی و در رابطه به ادبیات انگلیسه. داستانی الهام بخشه و همچنین خیلی لذت بخش و هیجانیه راجع به سفر پاندای بزرگ و اژدهای کوچک. ماجرای دو دوست را روایت میکنه که توی یک سفر معنوی با یکدیگه همراه میشن و دستاوردهای ارزشمندی رو برای خود به ارمغان میآورن. یه بخشی از کتاب اژدهای کوچک پرسید اگه بعضیا از من یا کارام خوششون نیاد چی؟ پاندای بزرگ گفت تو باید راه خودتو بری. بهتره اونا رو از دست بدی تا خودتو. اگه از این کتاب خوشتون اومد حتما برام تو کامنت ها بنویسید تا حتما ویدیو صوتیشو براتون تهیه کنم. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک یادتون نره. تا ویدیوهای بعد و کتابای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.